با سلام و درود، خوش اومدین به چنل خودتون. من محمد تام و امروز قراره واکتوری جذابی داشته باشیم از بازی جی تی آی سان آندرس. نسخه دفینیتیو ادیشنشه، قراره با کیفیت بالا بازیش بکنیم و دوبله فارسی. و قبل از شروع بگم که این اولین ویدیو من داخل یوتیوبه. اگه خوشتون اومد از این ویدیو حتما حمایت کنین از من، خیلی کمکم میکنه. بریم سراغ گیم، بریم ببینیم که چی میشه. بعد از 5 سال تو ساحل شرقی وقتش شده بود که برگردم خونه. بله کار، منم سوئی. چه خبر سوئی؟ چی کار داری؟ راجر مادرمونه، اون مرده برادر. شیت، مادرش مرده. قضیه از این قراره که آقا ما یه مشکلاتی با خانواده‌مون پیش میاد و دستتو بر بالا. مدت 5 سال کل گنگمون و خانواده‌مون رو رها کردیم. سانجا وایسا، ببینیم که چه خبر شده. زانو بزن بخواب رو زمین. چه گرفتنش؟ اینا رو ور میدارم هرناندز. هی اون مال منه، پول منه. این پول خلافه. پولشو بر پول منه. هی نگرانش نباش، من بعدا ترتیبشو میدم. به خونه خوش اومدی کار، منتظرت بودیم. ما رو که یادت نرفته کار. نه خیر سرکار تمپنی، فقط نمیدونم چرا اینقدر طولش دادی. برو تو ماشین. آروم باشه ای لعنتی. دهنی سرویسه. سرشو به پا. بیا بیرون از اونجا که صفت عوضی احمقای مکزیکی. کیفم کیفم. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. Car 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See, Hernandez, that is how an experience. این جمله‌شو بشنویم خیلی بازم همون قشنگه. داستان همیشگی. بدترین جای دنیا. Rolling Heights baller country. 5 سالی میشه که تو گروه استریت دیده نشدم، ولی بالاسا اهمیتی نمیدم. اسم گنگشه. بالاسا هم تقریبا مخالف گروه استریته، گنگ خود سی جی. چقدر تغییر کرده. پی اس 2 هم اولین بار بازی کرده. خب آقا بریم به سمت خونم. ببینیم چه خبره. این ماشین میگیرم دیفالت یعنی بدون چیت میخوام برم. بعد با اینقدر چیت میزدم الان دیگه بدم اومده. بدون هیچ چیت، داستان خود بازی بدون هیچ چیتی میخوام بازی رو برم برم. چه واکتوری بشه این گروه استریت خونم. ببینیم چه خبره خونش. حداقل قبل از اینکه همه چی رو به هم بریزم. با رفتنش همه چی به هم ریخت دیگه. مرحله بیگ اسموک. چقدر بده.
عکس مادرشه. یه مدت نباشی و بیا مادر تو بکشه. خونه رو عوضی اومدی احمق. بیگ اسموک منم. کار آروم باش. بیگ اسموکه. سی جی اینجا چی کار میکنه؟ اوه خدای من، ببین کی اومده. تازه یادت اومد کیه؟ ببینم تو حالت خوبه پسر؟ نه پسر، مرگ مادرم خیلی اومده. رفیق نمیدونم چرا این اتفاق باید میافتاد، ولی بهت قول میدم قاتل مادرتو پیدا کنم. خیابونا خیلی سردن، همون جوری که کتاب مقدس میگه. ما هم نظر کرده ایم هم نفرین شده. کدوم کتاب مقدس؟ همون چیزی که ما رو میخندونه و به گریه در میاره. ولی حالا باید ترتیب کارا رو بدیم. بزن بریم قبرستون سر خاک برادرت. یالا را بیافت. میخوای تا برونی؟ آره عالیه. ماشین خوبی داری اسمو. تو منو میشناسی، ارزش واقعیشو نگه دار. ارزششو. من این 5 سال گذشته واقعا دلم برات تنگ شده بود. ای سلام بچه‌ها، ببینین کیا پیدا کردم. هی کارل، از دیدنت خوشحالم. گفتم خواهرشه این. باورم نمیشه که اون مرده مرد. این یه مدرسه ختم دیگه است که تو پیچوندی احمق. درست مثل برایان. ای اون مادر منم بود. پس 5 سال گذشته کجا بودی؟ ولم کن. هی داری کدوم گوری میری؟ برو کنار، میخوام برم سیزو ببینم. باشه برو. آره جون خودت، ولی بهتره سر به سر اون عوضی ها نذاری. تو فکر میکنی کی هستی؟ لااقل شخصیت دارم. نه که تو خیلی آدم حسابی هستی. کارل بهش بگو. اون هیچی نمیتونه بگه. اگه باش خوب رفتار کنی چه عیبی داره؟ چطور میتونی این حرفو بزنی؟ انگار به تو ربطی نداره. لعنت به تو. لعنتی دوباره شروع شد. گندشو در آوردیم همه چی رو. منظورت چیه؟ چی؟ به غیر از اینکه مادرت مرده همه چی به هم ریخته. بذار یه چیزی نشونت بدم. تونی اونجا خاک شده، دویل کوچیک اونجا، دویل بزرگ اونجا. همه قاطی کردن. اول به هم تیراندازی میکنن، بعد سوال و جواب میکنن. باز میخوام برگردم خونه. ماشین بالاسا دارم میان این طرف. باید برگردیم به محله. اینجا تقریبا ماشین میگه سو گذر. یه دو تقریبا بردار پا بدن اگه یادت نرفته. دنبال من بیا. پا بزن. Takes you back some, huh, CJ? بیاین. همه چی اینجا فرق کرده. CJ مواظب خودت باش. چطوری انقدر بد شد؟ فکر کردم اینجا منطقه خانواده است. ما خانواده تیم پدرای من دیگه ما با تو کاری نداریم. دنبال سویت باید بریم. بعد میخوام منم بزن. با بزن دیگه. لعنت بهت. میکشه از من بیرون جونت جدت. یعنی من یه برو. لعنتی ماشین بالاستا جدا بشین. پا بزن آشقان. پا بزن. تو دست و پا چلوفتی سیجه. پس چرا عقب میفتی؟ یه برو کم صحبت کن. به بازی برمیگردیم مگه نه؟ قبل از اینکه بریم انقدر فعلا یه ماشین بالا دم واسنمون. بیا برو. سوال شهری تو رو نازک داره چی کرده؟ پشتمون چسبونده. البته سویت حواسشونو پرت کرد. آقا
بریم فرد مگه اصلا چربی هم داریم یکی لاغره خدا صبر بده خلاصه پشت میدم نکون بخور سیجه داری آبرونو میبری یالا سیجه نمیتونی پای چغالو بیای آره داره میاد یادم از این پله بالاسا فرار میکردم وقتی میرفتم محله آره چه اینطوری میشه آره رفت بالا بیا دیگه کشتی ما رو مشکلت چیه؟ یالا پسر باید ما بیای خب بریم من بهشون نشون میدم که اینجا گانگستره باید بفهمم با رایدر طرفم چه حرکت میکنی کار؟ مطمئن نیستم ولی فکر کنم بمونم اوضاع خیلی خرابه آخرین چیزی که لازم داریم کمک تو مرد من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم قسم میخورم ما میخوایم با بچه‌ها بریم بیرون یه دوری بزنیم تو هم میای خیلی جا باید برم خیلی خستم بعدا همتون رو میبینم ای بپر بالا همگی بریم بیرون بیرون دیگه راستی آره برو واسه خود یه خورده لباس بخر احمد موهاتم اصلاح کن آدم روش نمیشه با تو بیاد بیرون ضد حال خورده اصلا چی بگم آقا اینم خونشه یه دونه اچیومنت باز شد یه تیم استارت شروع کردن شت ببینیم چی مرحله ای در انتظارمونه خب اینم که مکان سیو بازیه اینم از بریم ببینیم مرحله بعدی چیه لنز بود کیه؟ الو فکر کنم همه چی توضیح دادم سلام سوی چه خبر؟ از وقت تو از اینجا رفتی همه چی فرق کرده خانواده گروه استریت دیگه بزرگ نیست همه خانواده ها با گروه در افتادن من درگیر مسئله والاستا و واگوها بودم اون بیرون حسابی حواست به خودت باشه آره میشنوم متشکرم ولش کن دهنشون سرویس حاجی والاستا ریختن تو شب هی چی میخوام؟ اومدم بچه محله‌مو ببینم اشکالی داره؟ تویی؟ خوشحالم که دوباره میبینمت بچه محله تو بغل نمیکنی؟ حتما آره تو راست میگی بچه محل دیگه چه خبر؟ ای مرد چی کار داری میکنی؟ آره باید برم ترتیب یه کاریو بدم یکی هست که به حرفم گوش نمیده تو خیابون گروه استریت هستی؟ من همیشه هستم یکی به حرفی گوش نمیده اسلحه کشید بزن بریم ضعیفه کشید میخوام ببینم تو ساحل شرقی چطوری رانندگی میکردی ساحل شرقی ای روی سی پیر هنوز آرایشگاه داره آره مثل یه فسیل زنده سالا پیش عضویتش هست من که پیش اون پیرمرد احمق نمیرم آره فکر کنم یه آرایشگاه داره برو تو 5 دقیقه بیشتر وقت نداری یه مدل ازت یه دیجی میسازم دوباره کی میخوای بریم؟ نه من فکر کنم میمونم چرا؟ خانواده هم بچه محلام اینجا ما همیشه اینجا بودیم احمد آره ولی حالا برگشتم و میدونم چی رو از دست دادم توقع نداشته باش من بهت خوش آمد بگم برای من تو همون سیجه ای آره باشه مرسی آره بی خیاله چی بگم بریم یه مدل موی بزنیم سیجی بشین جان اینه قیافه رو من هنوز دارم سود خوبی میبرم چیکار کنم باید اصلا به سیجه یه جور دیگه میاد خدا وکیلی نگاه مادر تشویقت کرد من تو کامنت ها پوشم میگی نه ولی جدی بهش میاد ها سیگار کشیدن خوبه بریم ببینیم چی میشه میدونی چیه من برات میگردونم هرچی که خواستیم به دست آوردیم این دیگه چیه خیلی مسخره شدی
این محله فقط تو رو کم داشت. خیلی لاغری سی جی. تو ریسی بخور تا من اینو تموم کنم. اینجا باید بیایم غذا بخورم الان پشتمون شد وگرنه میمیریم. خب چی دوست داری؟ چی دوست دارم؟ سالاد میل فولرک بده بزنیم چاقشی. این همین جوره. یه دونه دیگه هم بخوریم. از غذات لذت ببر آقا. اینجا بعدی تیک هست. این رایدرم اومد تو. میخوای چیکار کنی؟ پولا رو بده من مگر میکشمه. رایدر دوباره شروع نکن. بخره من اون نیستم. هیچکی مثل تو احمق نیست. برای پدرت متاسفم. لعنتی تو دیوونه ای. بیا از اینجا بریم. همون سی جی قدیمی. یه ترسو. آه لعنتی فرار کن. شاتگان. من همیشه من منتظر این وای ایستادم بزنمش. نگاه کن اینجا رو داشته باش. ببین یکم دور میشی برمیگردی یکم دور میشی. آقا بذار ته بازی پیش بریم. این پیتزا فروشه با بقیه فرق داره. همیشه من اینو میزدم ولی حالا بذار لش. منتظر چی احمد؟ برگردون اون به گروه عوضی. چطوری سی جی؟ عالی. بریم آقا بریم. معلومه چه خبره. باید این توضیح کنیم باید قدیمات واقعا دردشون روش میدارن باید بزرگی بودن بالاخره ولی خب سیگه رفت همه چه قرار بیا بریم یه سری به سویت بزنیم. اون هنوزم داره زوزه میکشه. میبینمه. آقا یه دونه همیم گرفتیم گفت آلت شف رو نگردار. رسپکت احترامی که بهمون میذارن. استامینات همون انرژی مونه ماسل میشه عضلمون. فتم که میشه چربیمون. هم که میشه میزان خوشتیپیمون. همین یه مرحله است. آره بریم ببینیم چی به چی. یالا توپلی توپلی ببین نگاه کن. ببین کی اینجاست. هم بازیش اینجاست. چی فکر کردی تو دوباره تو صحنه ای؟ بعد که گفتم هامی حرف تو اینجا هیچ ارزشی نداره. یالا پسر اذیت نکن. بذار بدونن که دوباره برگشتی. چطوری سیجه؟ بذار بدونن که دوباره برگشتی. ما دوباره اومدیم کارا رو برا کنیم. این رنگو بگیر و ترتیب همه چی رو بده. اول ترتیب طرف خودمونه بده. بعدش ما پخش میشیم و همه محل پس میگیریم. تو همین حالاش هم پخش شدی توپلی. حالا بیا بازی کنیم. بذار ببینم چه کاری از دستت برمیاد. Hey, wait up. با برادرتی ها. آروم باش مرد. یه ذره سخت بود. میخوای تو برونی؟ آره حتما. فکر کنم قرار بریم ساینامونو پس بگیریم از بالا سا. Yo, the gang is here, and it ain't about you fools with white t-shirts. We're gonna save humanity with funk, even if you don't want to be saved. Oh, what did I do last night? Party never started. آره درست. حواست باشه تا من یکی رو رنگ کنم. رو بسیری. اوکی. دوتا دیگه علامت بالاسا تو منطقه هست. برو بگیرش. من ماشین رو روشن نگه میدارم. ماشین روشن نگه میداری؟ دمت گرم. یک کمکی چیزی. اون یکی هر جا رنگ می‌کردی. خب 2 تا از 100 تا. شت. ای همینجا بود. نرو پا. بدبختی داریم. بریم آقا. باید بریم سوار ماشین سویت بشیم. بریم. این هم از این. بیایم بریم به قلمرو بالاسا. شیت. وای نباید لیش میکنم. پولیس. لعنت به.
نمیگم اون شاتگان رو برای چی برداشتم. بهتون میگم بذاریم محله بعدی، محله خود قلاسا تو توی منطقه باش، منم میرم یه جا دیگه. تو تیز زمین مامونم بدیم فکر کنی قلاری قرار کنیم که پولیسا افتادن دنباله. وای فهمم. حالا بهتون میگم این شاتگانه رو برای اینجا برداشتم. حالا نگاه کن ببین چی کارشون میکنم. اینجا این اولی، اینم دومی. چی شد؟ تو باید بزنی به چک. کام جونت کمه بمیر. دلم کمک شد. پلیس وایتو چیه؟ پوشه نه؟ شیت فرار کن. پلیس ریختن سرم. پلیس ریختن سرم الان دوستی کاره میشه. فرار کن. بودو اینجا بریم بالا. سویت کو. سویت هم رفت. شیت. بودو برو بالا دیگه. نه آفریش این هم از این بابا چیکار کنیم؟ ما اومد کار سریع تمام شو. بودی تو پولیس ما رو خفت میکنه. سوار شو برگرد به قلم رو به خودمون CJ, I want your ass. چی شد؟ Please. CJ, I want you. پلیس اینجا چی کار میکنه؟ مثل موتور سواری اینطور نیست؟ آره همش برمیگرده. با فدی چیکار میکنی؟ تو که منو خوب میشناسی. تصادف همه پولامو ازم گرفت. فقط خورده پول خورد برام مونده. یه نوشیدنی بخور. وای سیر سویت. نگاه کن. با تماس میگیرن. سلامش میکنم. خب اینم از این. آقا یه راست بریم مرحله بعدی. ببینیم چه خبره. تو باید همه چی رو جدی پاک کردن محله. هیچ چی تو محل براش مهم نیست. مهمه. چی داری میگی؟ هیچ عملی نمیتونه همه چیز رو تو باندمون مرتب نگه داره. چه خبر بچه‌ها؟ تازه چه خبر CJ؟ چیکار میکنی؟ تنها چیزی که براشون مهمه اینه که پولشون رو دود کنن. اونا بچه‌های خوبی ان سوی. اونا سرباز نیستن، یه مش احمقن که فکر میکنن تاجرن. آره ولی با ما کاری ندارن. تنها چیزی که براشون مهمه پوله. CJ برو اونجا بهشون نشون بده که دو جنسه کیه. اونا رو خیلی راحت میشه ترسون. برو حالشون رو بگیر. ما باید سعی کنیم همه بچه‌ها رو دور هم جمع کنیم. درست مثل روزهای قدیم. آره حق با توه. برو ترتیبشون رو بده مرد. اونا به مادر خودشون هم رحم نمیکنن. تو ساده ای دوست من. ما باید تمرکز داشته باشیم. ما به کمک احتیاج داریم. هیچ کدوم از شما بیدابو دیدین؟ نه ولی اونو بیرو خوبه که با خودمون داشته باشیم. بیگ بیر؟ آره اونا عجلشون اومده. بیداب فقط چند کوچه اونور داره. جمع کنیم دور خودمون. دوباره متحد آره از این کرکه میخوای که کمکت کنم؟ تعجبی نداره که خانواده به هم غیر از اسم سویت اینجا همه تو رو به خوبی میشناسن. گروه استریت دیگه تحمل نمیکنه. آره فقط منفجر شد. یکی از این گنگ چه اتفاقی براش افتاده؟ یواشتر برو احمق. تو حتی نمیدونی کدوم داره. هرچی تو بگی اینه. آره همینه. در وا کن. مطمئنی هنوز اینجا؟ همینه کله پوک. در وا کن. کیه؟ CJ تویی؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ گورتو گم کن. صبر کن مرد تا آخر خط چی شد نگاه. تنها چیزی که دیگه اهمیت نداره محله است همی. تو هیچ وقت نمیفهمی که ارزش پول چقدره. میدونی منظورم چیه؟ حالا قبل از اینکه خرچم و یه کاری دستت بدم گورتو از اینجا گم کن. هی بیر. هی بیگ بیر توی مگه بچه محل ما نیستی همی؟ تنها کاری که اون حالا بلده اینه که دود کنه و خونم رو تمیز کنه مگه نه؟ آره چی؟ درسته قربا. حالا برو اون توالت لعنتی رو برق بنداز. آه خدای من. بیگ بیر بیا اینجا. همه دوست دارم بعضی وقتا حال کنن CJ. بعدم میبینم دیگه هیچ وقت اینجا نیا عوضی. ای نیگا برو بمیر.
لعنتی اوضاع خیلی خرابه. حالا میفهم منظورت چی بود مرد. کرک چه بلایی سر بیگ بیر آورده، داره نوکری میکنه. برای اون بدبخت دیگه هیچ امیدی نیست. موادی کرکی همه جا تو این شهر ریخته، ولی مثلا اینکه بستگی به ما داره. کل بچه محلاشو ول کرد. بیا تو محل بگردیم و یه فروشنده پیدا کنیم. من قرمز است. ها یعنی نمادستی ایوه میفروشه. هی اونجا رو داره به بچه محل اون مواد میفروشه. میخوای یه حال اساسی بهت بدم؟ ای رفیق چیکار میکنی؟ چی میخوای؟ میر ماشوال چه کاری تو میکنه؟ من اینو میشناسم. اون یه احمقی تو آیدل بود با بچهای بالاسا میگشت. من جاشو بلدم، همین نزدیکی هاست. بریم یه سری بزنیم. ای اون چمن حیات جلویی نبود؟ تو هنوزم پخمه ای؟ نه من هستم همی. ای اون چماق از اونجا بردار. بچه محله ما مواد میفروشی؟ زیاد دور نیست که پیاده برید. باشه ماشین میگیریم دیگه. مرد حالا یه ماموریت جدی داریم. گندش نکن، همه میدونن که بالاسا هیچی نیستن. بوی مواد 1 کیلومتری داره میاد. آره یه خودمون معرفی چی میشه؟ یه پاکسازی اساسی بکنیم. آقا اتمو بده من. اصل خیلی بالاسا این مواد فروش. بچه‌های گروه استریت اومدن حالتون رو بگیرن. این قشنگه. Fuck them Grove Street fool. Grove Street going down. پس احمد نباش. جهنم. با دقت داشتم میزنم. بزن همه این رو بزن. بزنش دیگه رایدر. این از این باش. تو هم باید بمیری. تو خیلی آدم آشکاری. مور بمیر آشکار. Get out my face. یه اینجا کسی نمون. نه میگم بده من بریم آقا بریم. به همین سادگی پاکسازی شد. حالا بالاسا میفهمن که گروه استریت داره برمیگرده. حتما رفیق تازه این شاک من جا نذاشتی. زمونه عوض شده. بیا بده من ماشین تو. نگیری ماشین رو نگیری ماشین. هیچ کس دارت ما عصبانی میشن. بعدم بهش میرسیم. خفت میکنم. بریم اشقا پیروزی آره منو پلیس چیز بشه. رایدر سوار شو دیگه. رایدر سوار شو مور. رایدر مور سوار شو. لعنت بهتون ولی یه ماشین میگیریم نه آقا چی شد. Now that the bass ain't getting pushed up in their faces. شاید این احمقا بخوان یه دردسر بزرگ درست کنن. آره گروو دوباره رو پاش بلند میشه مطمئن باش. گروو استریت گنگشون میبینمه. خب آقا اینم از این. خب اوکی بریم یه سیو. خب آقا تا همینجا کافیه و قراره هر پارت نیم ساعت باشه و قراره براتون ادیت بزنم و به بهترین شکل بذارم براتون تا نگاه زیباتون خسته نشه. ممنونم که تا اینجا ویدیو نگاه کردید و تا پارت بعدی ببینمتون. بدرود.